تاریخ همش جهله. من دو سه مورد رو فقط نشون دادم، اما من نمیخواستم واقعا مسائل تاریخی رو اعمال کرده باشم. من منظورم این بود که در همه چیز باید شک، همه چیز رو باید از نو بررسیم. یعنی این که آقا مذهب چجوری میرسه به ما؟ شما اگر سنی هستید به این خاطری که خانواده‌تون پدر مادرتون یه چیزی رو بسته بندی شده تحویل گرفتید، توش هم نگاه نکردید، چون اصلا براتون از کودکی دیگه این چیز شده که حضرت عباسی بوده اونجا و سوار اسب و مشک رو برداشته، دستش انداختن، مشک رو گرفته، این دستش انداختن، دندونش دادن، دندونش کوک کردن، شاید دله شده بود. این آقا از شاهنامه دزدیده شد. اینو شیخ عباس قمی از شاهنامه دزدیده که من ذیل آیتم موکل آب فرات بودن توی روبریک آب، کلمه آب، و نشون دادم که این مرتیکه اینو از شاهنامه فردوسی دزدیده. این گرامی توی جنگ مشکم نموده، پرچم بوده، میگیره این دستش دستش میمیدازن، این یکی با تیر میزنن، دندون میگیره فلان، تا بالاخره علم نمیفته مثلا. خب اینا رو وقتی که هی از کودکی پدر من خدا رو قبول نداشت ولی غلام حضرت عباس بود. ولی نمیدونم علی و فاطمه و اینا کار نداشت ولی نو حضرت عباس. خب این از سر پوشش خوندن باورش شد دیگه، نرفته که باز هم فکر کنم اعتبار. من حقم این بود که یه بار دیگه همه چیزا از بریزیم دور و اگر چیزهایی داریم با شک و تردید بهش نگاه کنیم و اینا رو نو کنیم، ببینیم چقدرش واقعا یاوه‌ست، چقدرش حقیقت داره. یارو آمده اینو خانم ناطق به من گفت که قرار شده حالا برای من بفرستم یک کتاب، در واقع یه بابای آمده تا زمان عیسی تاریخ چیز رو، قمری و هجری رو، قمری و میلادی رو با هم تطبیق کردیم. آقا عاشورای سال 64 هجری تو زمستون بوده. حالا شما به من بفرمایید اون تابش آفتاب و نمیدونم خیس عرق شدن و نمیدونم ده زدن از کشتیگیره یعنی چی؟ زمستون. خب اینا مسئله نیست که من به یک آدمی که متعصب هست بگی فوری کارش از مخ به مشت میکشه، دوباره شما رو سرزنش فیزیکی میکنه. خب تعصب دیگه. من میگم این تعصبات نداشته باشید و در همه اینا شک کنید، در اینکه همه اینا قلابیه، همه اینا دکون یه عده مشخصی.